سلام بچه‌ها، چطورین؟ امروز میخوایم یه ویدیو چالش رنگ بگیریم. قرعه کشی میکنیم. دیت 2024شه با یه متدای جدید. 25 عزیز دلم. 2025 اینا رو شانسی برمی‌داریم. هر کی هر رنگی رو که برداشت، طرف مقابل اون رنگو واسش میخره، غذاهای اون رنگی رو واسش میخره و باید 24 ساعت کاملا فقط همینا رو بخوره. یعنی حتی آب هم نمیتونه بخوریم. اگر باید حالا تو ندیدیم مایعات هم میگیره، مایعات اون رنگی هم میگیره. آره خب دوتایی یه کارت برمیداریم. هر کی کارتش بیشتر بود اون نفر اول برمیداره. الان من یه کارت برمیدارم، یه کارت 8 دل 8 اوه 2 شد. چطور بابا؟ دست من یکی بعد آبی شت. نه اینو من میگیرم. آبی تو باید بخوری؟ نه آبی خود من باید واسه تو آبی بخرم و تو باید حالا اون بذار کنار بنداز بیرون. خدای مشتی خدایا بسم الله الرحمن الرحیم. قهوه‌ای آسونه خیلی. خب آسون واسه تو میگه قهوه میخری، ما باید قهوه بخورم. چقدر قهوه بخورم؟ شت. 1 2 3 بریم. بچه ها نگین رفت. من نگاه نمیکنم آقا. خیلی خوش شانسی. نه بخدا همه چی قهوه‌ای بود. واقعا خوش شانسی. خیلی تلاش کردم یه چیز بعد مزه پیدا کنم ولی همش خوش. خیلی نامردی. چرا همین چیز بعد مزه پیدا کنی؟ خب بریم. نگاه نکن. بعد چقدر اینو تعریف کنم زایه بود. آره یهو آره من داشتم اینا رو حساب میکردم، هر چی میومد بالا آبی. هی منتظر بودم طرف بگه بچه آبی بود جمع کرد. بعد تو رفتی پیش آقا یا خانومه؟ اوه تو رفتی پیش آقا؟ آره فکر کنم. آره یه رمز کارت شماره هم دادی؟ شماره دادم دقیقاً همون شماره همون رمز کارت. ای بله. خب فکر کنم از تو خیلی زایه نبود. چرا؟ بود؟ اتفاقا زایه بود. اما خیلی زایه بود. که زنگ زدم از رمز کارتو پرسیدم فکر کنم فهمید. اما از من خیلی زایه بود. یعنی قشنگ آبی. من خیلی ذوق دارم ببینم چی واسم خرید. من تازه عمرم فکر نمی‌کنم چی واسه خرید. چرا؟ حتی تو رو خدا عقب نگاه نکن. باشه. سلام. بابا. بعد پفک گرفتم چون پفک دوست داری. بخدا نه. اوه! کباب ترکی خریدی برام؟ قهوه‌ای بود دیگه. بابا ایول. بگو که برام یه چیز خوب خریدی. فعلا جواب این داشته باش. بسکویت. از اینو دوست ندارم. این آبی بود دیگه نداشتم چیز آبی. اینجا خریدم. رانی خریدم برای پاستیلی ژله نودل. وای تو خیلی بهتر خریدی. ماست یونانی خریدم، هم پروتئین داره هم بزرگ، تا صبح میتونه بخوره. دمتم گرم. من جواب عدسی تو بدم با عدسی. عدسی آبی هم بود. مگه میشه؟ اوه من بعد دنت خریدم. وای دنت قهوه‌ای داشت. فکر کن. ببینم داری ادعا میکنی منم برای دنت آبی خریدم. این کجاش آبیه؟ این سفیده. این چیه روی؟ این چه رنگیه؟ آبیه؟ این قد آبیه. تو نبودی همراه دنتو. بستنی؟ بابا تو خیلی بهتر خریدی. ممنون عزیزم. فرمند قدرتمند. اوه مرسی. نگین تو خیلی چیزا بهتری خریدی. من تموم شد. شوخی میکنم بودو. قهوه موکا. دمتم گرم. چیه؟ تموم شد دیگه از من. این شکلاتای چیزای صبحانه شیرم که گرفتم برای همین گرفتم. دمتم گرم. اوریو. اوه البته ایرانی شده. بیسورنو. بستنی برام خریدی، منم بستنی دارم. تنم بستنی که دوست ندارم. تیک ها آخه. خدای هر چی خریده بود گفتم به من نگاه کن هر چی میده خوبه
الان یه چیز بد. من دنه دوست ندارم، عدسی دوست ندارم. عدسی دوست نداری؟ خب تو حالا وایسا یه کاری کنم همه بشوره. آماده ای؟ بگو که غذا گرفتی. عزیزم غذا ماست یونانی داری تو، خب بعد دوباره ماست یونانی نهار بخورم؟ خب صبر کن کوش، نودل داری تو، خب نودل من دوست دارم آخه. خب نه آقا چیکار کنم، آبی هیچی نبود دیگه. سوسیس آبی نداشت؟ نه من همه جا رو گشت. تمام شد. تمام شد آقا؟ خدایی این یه سوال، یه نوشیدنی آبکی من الان تا صبح آب نمیتونم بخورم، من نگاه اینو واسط خریدم اونو واسط خریدم، یه ماست باز میره پایین. آقا ببین قبول دارم تو کوالیتی نگین بهتر بود چکر. ولی نگاه اون حجمو نگاه. بعد من چون نوشیدنی خودم زیاد دوست دارم، نوشیدنی اینم والا باز اینو باز کن ببینیم بعد دیگه بریم شروع کنم. من گوشتم کمکت کنم اینو ناخونت میشه فکر کنم خوراکی باشه. نه نیست. اوه از این نکن. اینم عالیه. ماشین بتمن. بچه‌ها میخوام به من میگن این چجوریه؟ اینجوری؟ چون دوتاش یه بره نگاه. درش کن اینجوری. به من میگن بتمنی. بتمنی دل نمیدم سرسری. شروع کنیم؟ نه فکر میکنم خیلی بهتر خریدم از تو. تو فقط با این شستی همه رو، یعنی اینو نخریده بودی اونا خدای بهتر بودن. عزیزم تو اینو نگاه کن. نه راضی هم من خیلی راضی هم. بزن قشش بوکن؟ به من نمیدی؟ بوکن؟ واقعا؟ آره نباید نباید ازم داری چالش رو خراب نکن. خیلی دلت میاد بدون من بخوری. چالش رو خراب نکن. تا الان دلت میاد اونا بدون بخوری؟ واقعا شاید فکر کنیم ما الان کات میکنیم و میدم به نگین بخوری. واقعا نمیدونم چی گفت، چون چالشه ما تو هر ویدیو یا بقیه یوتیوبرها و اینا هم دیدیم واقعا نمیدادم. هم قبول داریم چی گفت؟ میگه این که قبول کنی چالش رو باختی من بهت میدم بخوری. خجالت بکش رو برو. ماستمو میخورم. واقعا خوراکی آبی نداشت. فکر کنم حتما ماست خریدم. میخوام یه چیزی به چالش اضافه کنم. میشه؟ تا 24 ساعت دیگه باید کل اینا رو بخوری. یه دونه تش نماد. منم همین. شاید دوست نداشته باشم. همین دیگه جذابیتش به همینه. تو چیزی دوست نداری هم باید بخوری. اوکی. خدا بس دیگه. خسته شدیم دیگه. این چیز خوشمزه. بهم نمیدی؟ توش چیز داره. نوشه جون. کارامل داره. نوشه جون. خوشمزه؟ خدا اون خوشمزه نیست؟ پیازم بخور. خوری بودشو؟ امروز به عنوان نهار کلوچه میخورم. دسر شکلاتی بخوری. برمد. اونا میامدان. بخوری. اونا میامدان. یه کاری یه جوری باید سر کنم تا فردا. نون هم دارم تا کاری بخورم. بچه ها میبینم یکی خیلی یواشکی داره عدسیشو میخوره. مزه فلز میدم. بابا بشین دیگه کنسروه. فکر کنم من میجوشونیش. من نجوشوندش.
منم عدسیمو پس فهم دارم. تو عدسی آبی تو بخور، من عدسی قهوه‌ای. همین الان از خواب پا شدیم. خب بعد اومدیم اینا همه رو چیدیم که ببینیم هر کی چیا واسه مونده. واسه نگین اینا گذاشتیم. اینا مونده. منم اونا. من رژیمم. خب اینو بخورم. واسه همین این دو تا رو نمیخورم. نمیخوری. نمیخورم. چون که خیلی قند دارم. اینا هم تو قند داره ولی اوکی دیگه یکیشونو میخوام که نگه یکیشونو نخورم. خیلی زیاد بودن اینا. دیگه اینا ما قاطی میکنم صبح نمیخوام. خندت رو نه. دو تا مسواک برای اصلا. این میونه اصلا اینجوری میریسی ببخشید تیکه چالش. من اینقدر میخوام. طرف دیوارم بخندید. این دو تا مسواک برای. بیا بسا. آره فکر کنم تو نیست. دیگه. آره نه. فکر کنم. ما که چیه؟ دانت. ما باشه فقط. بردیم بیا. نه فکر کنم جدی بردیم. آره. جای برده باشیم یا چیزی لازم میدیم کامنت. کامنت خودمونه. خوشی بده. یک امتیاز تو قرعه کشی براش.